خانواده مسافر این سرزمین. اسم من جوی و به چنل من خوش اومدید. من امروز میخوام راجع به هری پاتر حرف بزنم. پس اگه پاتر هدین و از شنیدن هر خبری حتی خیلی کوچیک راجع به هری پاتر لذت میبرین و ذوق میره تو دلتون مثل من، حتما با من تو این ویدیو همراه باشین. خبر اولی که دارم راجع به بازی هری پاتر. من این بازی رو اخیراً خریدم و میخوام که بعضی از مراحل بازی که فکر میکنم پیچیده است یا جاهایی که لذت میبرم استریم کنم تو کانال یوتیوبم بذارم. پس اگه از دیدن بازی کردن دیگران لذت میبرین یا یه جاهایی گیر کردین و میخواین ببینین که چجوری اونجا رو رد کنن، یا شاید هم یه چیزایی بلد باشین که بخواین به من بگین من اونجا امتحان کنم، حتما تو کامنت ها برام بذارین. ویدیو رو دنبال کنید. توی اینستاگرام با هم در تماس باشین. آیدیمو میذارم یه طرفی. و دومم اینه که من چند روز پیش رفته بودم بیرون و توی مغازه‌های اینجا که داشتم میگشتم از این شانسی‌های هری پاتر دیدم. از اینا من قبلا از اینا خریده بودم یه دونه و از توش یکی از قلای ویزلی در اومد، ولی این سری 3 تاشو گرفتم که اینجا با همه شما با هم دیگه بازشون کنیم و ببینیم چی از توشون در میاد. پس اگه شما هم مثل من مشتاقین که ببینید شانسمون چه شکلیه و از دیدن اینجور ویدیو لذت میبرین، یا شاید هم کسی رو میشناسین که از دیدن اینجور ویدیو لذت میبره، حتما یادتون باشه این ویدیو براش شیر کنین، لایک و کامنت بزنین. خیلی به من کمک میکنه. پس بریم که داشته باشیم باز کردن شانسی هری پاتر. همونجوری که بهتون گفتم امروز میخوایم این شانسی های هری پاتر رو باز کنیم، ببینیم که از توشون چی در میاد، شانسمون چی بوده. خیلی ساتیسفاینگ بود این. کاورش رو باز کنیم. خب تو کامنت ها برام بنویسین که حدستون راجع به این چیه، فکر میکنین چی بوده. ما یکی یکی کلوها رو باز میکنیم. کلو اول رو باز کنیم ما هم دیگه، ببینیم از توش چی در میاد. اینو باید اسکرچش کنیم. اوکی، هافلپافه. خیلی هم عالی. من خودم گروه هافلپافم. تو کامنت ها حتما برام بنویسین شما گروهتون چیه. خب میریم گروه دوم رو باز کنیم. این یکیه. اینجا گفته باید بهش آب بزنید. اسپلمونه. حالا بریم اصل مطلب. این یکی شماره 3. اوکی. بعد از همه اینو باز کنیم ببینیم توش چی نشون داده. خب شخصیت هایی که دارن ایناست. من قبلا یکی از این 2 قلوها رو باز کرده بودم. حالا ببینیم که کدومش در میاد. شما چه حدس میزنید؟ ببینیم که این چیه. من هیچ آیدیایی ندارم که این چی میتونه باشه.
این چوب دستیشه. بذاریم ببینیم چی در میاد. شما چی تونستین تا حالا حدس بزنین؟ این چی میتونه باشه؟ این برای اصل مطلب. قبل از اینکه درش بیارم تو کامنت ها حتما برام بنویسین که حدستون چی بوده. 1 2 3 تانکسه. یس. خیلی من تانکس رو دوست دارم. خیلی شخصیت مورد علاقه منه. فقط جزئیاتو ببینید. خیلی خوشحالم. من از تانکس خیلی خوشم میاد. ایوه. خیلی خب، پس تو مرحله اول ما تانکس رو داشتیم توی شانسی اولمون. کامنت ها برام بنویسین شخصیت مورد علاقتون توی سریای هری پاتر کیان. من چند تا شخصیت مورد علاقه دارم، یکیش تانکسه. تانکس خیلی خوشم میاد. بریم برای دومین شانسی. از کلو اول شروع میکنیم. گریفیندور. ریویلش کنیم. باحالیش اینه که بعد از اینکه خوش میشه دوباره میره. نگاه کن. الان مشخص شده که گریفیندوره و این هم طلسمشه. دسته بندیاش هم خیلی باحاله. بچه ها حدس بزنین کدوم یکی در میاد. برام توی کامنت ها بنویسین که بعدش که دیدینش ببینید درست حدس زدین یا اینکه اشتباه حدس زدین. حتما برام تو کامنت ها بنویسین، دوست دارم بدونم. اوکی. ماده این. من حد زدم که کدومه و یه جورایی خوشحالم هم خوشحال نیستم، ولی خب با هم داشته باشیم بقیه‌اش.
بله من درست حد زدم و اون یک قول ویزلیا رو احتمالا خواهم داشت. آماده این؟ تادا. Okay, not bad. I like this. پس ما تا الان این 3 تا کاراکتر رو داریم. امیدوارم یکی مثل سری اول ساتیسفاینگ باز بشه. آماده این؟ 1 2 3. گند زدم. هم گریفیندوره. امیدوارم دوباره ویزلیا نباشم. Mischief managed. خب بچه ما تا الان برادر ویزلی رو داریم، فرد و جورج و تانکس. فکر میکنید کدوم یکی از اینا باشه؟ بر اساس اینکه خونه هاگوارتسش گریفیندوره و این هم یکی از کلاهایی که Dobby, sir. Dobby the house elf. خب برام تو کامنت ها بنویسین که حدستون درست بوده تا الان، چند تا رو درست حدس زدین و اینکه حدستون واسه این آخری چیه. تا الان که مشخص شده که دبل نداشتیم، تکراری نداشتیم توشون، ولی حدس بزنید این چیه و اگه حدستون درست بوده حتما برام بنویسین توی کامنت ها. تادا! خیلی عالی. من از این خوشحال‌تر نمیتونستم بشم. یعنی این آخری خیلی حالمو جا آورد. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با هم همراه بودین. من از نتیجه شانسیامون خیلی راضیم، مخصوصا از در آوردن تانکس. اصلا دیتیل و جزئیات خیلی باحاله و هری البته، مخصوصا که با دابی اومد. من اصلا نمیدونستم با دابی قراره بیاد و خیلی خوشحالم از این قضیه. فقط نمیدونم که این چیه که با تانکس در اومد از توی شانسی. اگه کسی میدونه این چیه برام حتما توی کامنت ها بنویسه، چون که من هیچ آیدیایی ندارم. دوقلوها رو هم که البته خیلی دوست دارم. یادتون باشه حتما واسم بنویسین که دوست دارین از این ویدیوها بیشتر براتون بگیرم یا نه. بازم مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه از مسافرهای جدید این چنل هستین یادتون باشه حتما زنگوله رو بزنین، سابسکرایب کنین و پیج اینستاگرام منم که اینجا میاد دنبال کنید. اونجا بیشتر با هم در ارتباط خواهیم بود و تا ویدیو بعد پیس.